به نام خداوند بخشنده و مهربان. پیمان هستم از سایت P54. خب ما توی مقدمه توی قسمت بعدی در مورد اینکه میخوایم چه برنامه‌ای رو بسازیم توضیح دادم، اما قبل از اون نیازه که در مورد بلاکچین کیف پول ها یه سری اطلاعات بدم. خب همونطور که میدونیم ما توی این دوره قراره که کیف پولی شبیه به تراس والت بسازیم که روی شبکه‌های مختلف کار ساخت اون آدرس ها رو انجام بده. ما به طور کلی دو نوع کیف پول داریم. همونطور که میدونیم کیف پولای نرم افزاری و کیف پولای سخت افزاری. ما توی حالت نرم افزاریش میایم از برنامه‌هایی مثل تراس والت استفاده میکنیم یا برنامه‌های مشابه دیگه‌ای که ساخت کیف پول رو انجام میدن. در واقع وقتی که ما توی این برنامه مثل تراس والت میایم یک کیف پولی رو میسازیم، تمام اون اطلاعات ما موقع ساخت کیف پول و اون آدرس ها توی تراس والت موجوده. همونطور که میدونید وقتی که بخوایم بکاپ بگیریم اون 12 کلمه رو به ما نمایش میده. پس اطلاعات ما، موجودی ما، 12 کلمه ما، 24 کلمه یا کلید خصوصی و عمومی ما توی تراس والت موجوده. پس برخلاف ظاهری که دارن و کاربردی که دارن، امنیت آنچنانی ندارن، چون که خودشون مستقیم به کیف پولای ما دسترسی دارن، به اون آدرس های ما. خب توی حالت سخت افزاریش اون برنامه کیف پول یه دونه سخت افزار داره که توی اون سخت افزار یه دونه نرم افزاره که به صورت آفلاین ساخت کیف پول ها رو انجام میده. کیف پول ها ساختنش، آدرس ها به صورت آفلاین عمل میشه. یعنی درسته ما توی تراس والت میایم آنلاین میشیم و کیف پول رو میسازیم، ولی ما مستقیم وصل میشیم به سرورهای اون تراس والت. اون میاد که اون کیف پولا رو برای ما در میاره و به ما میده. اما توی کیف پولای سخت افزاری خود اون سخت افزار نرم افزاری رو داره که میاد ساخت اون آدرس ها رو انجام میده، اون کیف پول ها رو انجام میده. خب ما میخوایم که توی این دوره همون کاری رو که اون سخت افزار انجام میده و کیف پولای سخت افزاری انجام میدن، خودمون بیایم اون کیف پولا رو بسازیم و نخواهیم که از یک رابط استفاده کنیم به اسم تراس والت که میاد یک آدرسی رو به ما میده، یک کیف پولی رو به ما میده. در واقع بلاکچین ها مثل بیت کوین، اتریوم یا هر بلاکچین دیگه ای وقتی که راه اندازی میشه الگوریتمش جوریه که از قبل کل این کیف پول ها روی اون شبکه موجود. یعنی اینجوری نیست که ما هر بار یک کیف پولی رو بسازیم، یعنی کل اون اطلاعات، کل اون کلمه های 12 تایی، 24 تایی، 18 تایی، اینا از قبل توی بلاکچین موجوده. وقتی که بلاکچین راه اندازی میشه تمام اون حالت ها، تمام اون کیف پول ها از قبل موجوده. پس برنامه مثل تراس والت یا هر کیف پول دیگه ای نمیاد یک چیزی رو بسازه. در واقع از اون لیست بزرگ یک لیست خیلی بزرگی از کلماته. یعنی توی حالت 12 کلمش رو فقط اگر در نظر بگیرید، یک عدد 5 که 27 تا صفر جلوش بذاری، تمام آدرس های کیف پول ها از این لیست تشکیل میشه. عددی با 28 27 یا 28 کلمه، 28 رقم. خب
لیست خیلی بزرگیه و امکان این که بخواد تکراری بشه، مثلا تراس فلت از نظر تئوری مثلا ممکنه که یک کیف پول شبیه به هم در بیاد، اما از لحاظ عملی از بس که وسیع و بزرگه چیزی تقریبا نزدیک به بی‌نهایت میشه. یعنی تمام اون حالت ها فقط روی 12 کلمش چیزی نزدیک به بی‌نهایت میشه. حالا اگر ما 24 کلمه رو بخوایم انتخاب کنیم، باز لیست چندین برابر بزرگتر میشه. پس امکان این که بخواد تکراری بشه وجود نداره. خب وقتی ما میریم توی تراس ولد یک کیف پولی رو میسازیم، تراس ولد میاد توی سرورهای خودش، توی اون کامپیوتر خودش به صورت آفلاین و طبق اون الگوریتم آدرس سازی های بیت کوین یا اتریوم یا هر شبکه دیگه میاد و آدرس سازی ها رو برای ما انجام میده. خب برای کسی که امنیت کیف پولش مهمه، 100% این دوره نیازه که بتونه خودش اون کیف پولی که میخواد رو درست کنه. هر از گاهی ممکنه که مثلا بگن فلان کیف پول هک شده یا فلان جا هک شده. به خاطر اینی که اطلاعاتی که اونا دارن، یعنی اگر من $1,000,000 توی کیفم داشته باشم، کیف پولم، حتی اگر خالیشم بکنم، کسی نمیدونه واقعا باگ نرم افزاری بوده یا خود تراس ولت یا خود اون کیف پول این کار رو انجام داده. پس برای امنیت ما باید خودمون کیف پول بسازیم. توی این دوره یاد میگیریم چطوری کیف پول میسازیم، طبق الگوریتم ها، طبق اون کتابخونه ها، طبق اون حالا زبونی که زبونای مختلفی میشه این کار رو انجام داد که ما توی پایتون این کار رو انجام میدیم و با PHP ارتباط برقرار میکنیم و اطلاعات رو از پایتون میگیریم و به PHP منتقل میکنیم، یا اینکه مستقیم میتونیم از توی همون خود پایتون از اون اطلاعات استفاده کنیم. خب برای کسی که میخواد صرافی بزنه، اطلاعاتی که من اینجا به شما میدم، آموزشی که من به شما میدم، خیلی افراد کمی هستند که تخصصش رو دارن و اونایی هم که تخصصش رو دارن مطمئنن یا کیف پول ساختن یا صرافی ساختن و هیچ جا شما اطلاعاتی که اینجا من به شما میگم رو به شما نمیگم و هیچ کجا هم موجود نیست. هیچ داکیومنتی، هیچ اطلاعاتی در موردش نیست که این کیف پولا چطوری ساخته میشن، چطوری به وجود میان. و کسی هم که این اطلاعات رو داره مطمئناً خودش یا کیف پول ساخته یا صرافی ساخته و یا هر کار دیگه، کرکر، برنامه‌های مختلف، کارهای مختلفی میشه از این کیف پول انجام داد. با توجه به اینکه بازار رمزارزها بازار جدیدیه و روز به روز هم داره محبوبتر و بزرگتر میشه، پس یه توسعه دهنده نیازه که توسعه دهنده بلاکچین نیازه که یاد بگیره ساخت کیف پول ها رو، ساخت نوع پروتکل ها رو، نوع آدرس سازی ها رو و اتفاقاتی که پشت زمینه این کیف پول ها میفته. خب بعد از این که این دوره رو دیدید، شما میتونید کار مختلفی باشه انجام بدید، ولتیاب بسازید، برنامه های مختلف، صرافی درست کنید یا اینکه افزونه بسازید. مثلا خیلی کار مختلفی میشه باشه انجام داد، چون که بازار بروز و بزرگیه و روز به روز داره بزرگتر میشه. خب میبینید که شبکه‌های مختلف اینجا وجود داره که قبلا خیلی کمتر بودن و همونطور که میبینید مثلا شبکه‌های پالیگون، بیت کوین، اتریوم، ترون،
شبکه‌های مختلفی که روز به روز هم داره بهشون اضافه میشه که همه اینا کپی برداری شده از بیت کوین، اتریوم و از این دست شبکه ها هستن. خب من در اول قرار بود که کل این مجموعه رو به صورت دوره توی سایت بفروشم، اما بعد از اون تصمیم گرفتم که توی یوتیوب فیلم ها رو طبق دوره 0 تا 100 ساخت کیف پول بذارم و انتظار دارم که حمایت بشه و بهتر دیده بشم، که نخوام که دوره رو به صورت میلیونی روی سایت قرار بدم، چون واقعا ارزش این دوره چیزی که من اینجا به شما آموزش میدم حداقل 20 تا 30 میلیونه و بعد از اون شما میتونید راحت صرافی بزنید، کیف پول شخصی بسازید و یک سازمانی رو مثلا برای توی قسمت رمز ارزها که بخواد اطلاعات رو دریافت و ارسال کنه به صورت شخصی سازی پیاده کنید و کلی کارهای دیگه که در طول دوره بهش اضافه میکنم، برنامه هایی که میشه ازش ساخت، اون ایده هایی که به وجود میاد و تمام اینا.